گفت مردم انقدر شانس دارن، طرف میاد زیر پنجرهشون گیتار میزنه، حالا زیر پنجره ما وانت میاد استارت میزنه خرابم هست. حکایت ما شده که خلاصه میلگردا رو میکشیدن صدا میداد 6:30 صبح. آخه نباید 8 شروع کنن، بالاخره قانونش کیه من نمیدونم. بعدم روز عید تعطیل واقعا رعایت نمیکنن. اصلا روز عید تعطیل به نظر شما این آدم از 6:30 صبح باید بنایی کنه؟ نظر شما عذرخواهی میکنم. زنده باشه. به هر حال حواسشون نیست یک هنرمند خیلی لطیف و خیلی شکننده کنارشون هست که ممکنه آزرده خاطر بشه. خیلی شکننده. منم مثل تو کارگری کردم، منم مثل تو. یاد طولایی داره شاهین در امر بنایی مدتی در یک ساختمان نیمه کاره کار میکرد. من رفتم دیدنش، دیدم که یه پاکت سیمان رو گذاشته رو دوشش و از پله ها داره میره بالا. گفتم شاهین جان چرا اینو توی فرغون نمیذاری؟ گفت این فرغون چرخش کمرم اذیت میکنه، وقتی میذارم روی فرغون این مدلی میشه داستان. آقای مهران رجبی ببین چه میخنده اینجا پر دور. مهران خودش سوژه خنده است، اون داره من میخنده. والا اینجا چقدر پر دوربین، آدم نمیدونه به کدوم دوربین نگاه کنه. اما خب میگردم چراغایی که روشن باشه. از هر کی چراغش روشن میتونی سوال کنی که یادت میاد اون مسابقه رو؟ واقعا چه مسابقه عجیب بود. مسابقه هفته، مسابقه جذاب و دیدنی با شرکت شاهین مرحوم نوزری. در کنار تو آره خیلی خوبه برنامه اجرا کردن. حس قشنگی، میدونی که دوستت دارم قلبم. تو که میدونی من نگفتم تا حالا که من چقدر دوست دارم. زنده یاد عبداللهی از همدورهای عصار که خیلی خوش درخشید در یک مقطع. خب شاهین جان من در خدمت شما هستم. برای چی منو اصلا دعوت کردی اینجا؟ این همه هنرمند خوب گفتن که اصلا بندی میاد کلی فضا شاد میشه و اینها، کلی قراره برامون چیزای خوب بخونه. خب بی حالی. خب بریم اون استودیو هستن. دلم تنگه مثل ابرای تیره، توی سیم زندون اسیره، تو از احساس من چیزی نمیدونی که صبح چجوری از خواب پاشیدم. از حس من تو خبر نداری که اینجا انتظار داری برات پشتکوارو هم بزنم. به قول خاطره خودت که تعریف میکرد، یکی از رفقاش پسرش فرستاده بود کلاس ژیمناستیک، اومد به من گفت حسن آقا پژمان منو میشناسی؟ گفتم آره. مطمئنم اسم منو یادت رفت، فکر کردی من پژمان جمشیدیم. از اون نگاه مظلومانه پر از سوالت مشخص بود. گفتم خب چطور؟ گفت پسرم الان 6 ماه میفرستم کلاس ژیمناستیک، هنوز نمیتونه ملق ساده بزنه. گفتم خب مرد حسابی برو سر کلاس ژیمناستیکش ببین اونجا داره چه کار میکنه. رفت و برگشت. گفتم چی شد؟ گفت به به چشمم روشن. رفتم اونجا دیدم از بچه‌م به عنوان خرک استفاده میکنن. معلومه که این بچه هیچ پیشرفتی در اصلا تو واقعا خود اهل ورزش هستی؟ بله من هالتر چه هالتر میزنی؟ چند کیلو؟ نیم گرم 2 گرم. آره. نه واقعا به هیکل لاغر من میخوره اهل ورزش. همیشه تو من استیجا میگن فکری میکنم. اینه که میتونم فکرتو بخونم و در کسری از ثانیه با خاک یکسان کنم. فکر منو بخونی بعدم به چی فکر میکنم دقیقاً؟ چه اهمیتی؟ تو فکرات پوچ بی ارزشه. من فکر کسی رو میخونم که به تو فکر ارزش داشته مرد حسابی گفتی پوچه. آقا چی آماده است؟ بگین خیلی راحت و آقا احساسی شد. من دیگه خب ادامه برنامه میریم خودمون. از ورزش میگفتی، از فوتبال که استقلالی هستی. شما جز اون هنرمندایی نیستی که میری برای حمایت از تیم ملی؟ نه متاسفانه، چون ما اجراهامون در ایران هست و قول دادیم، قرارداد بستیم با خیلی از جاها برای اجرا. متاسفانه نمیتونم. اتفاقا یکی از دوستانان جناب آقای حاجی آقا نادلی به من گفت پاسپورتتو بیار شما با ما بریم یک سفر نو رو تجربه کنیم. خندودن یه برزیلی سخت‌تره یا ایرانی؟ فرهنگ ها فرق میکنه. من شنیدم که مثلا در اروپا مردم به چیزهای خیلی ساده میخندن، اما خب ایرانی ها انقدر هم از نظر ادبی پیشین غنی دارن، هم از نظر طنز خیلی قوی هستن. خندوندن ایرانی ها کار ساده ای نیست. میبینی من اینجا تو 2 شقت میکنم، بیننده ها پای تلویزیون نمیخندن. خیلی سخته خندوندن. من تو تا همین که میای میخندن، نمیدونم چرا. واقعا خنده‌داری. منظور مسخره خودت. نه ببین اگه بخواد مسخره بازی در بیاره منم مسخره بازیمو در میارم. اینجوری با من تا نکن. یه جوری که مهران رجبی الان به جون خودم بگم بیاد اینجا میزنه با خاک یکسان. من به احترام ناصر عبداللهی رو خوندی؟ خب اصلا حس و حال هممون تغییر کرد. یه خورده دیگه پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب
تو خونه پا میذاره. خوبه؟ دوست داشتی؟ خیلی عالیه. خیلی زنده عالیه. باشی. الان حوض کردی که من خودمم نه خاطره، منظرم نه پنجره، من یه هوای تازه‌ام در نکاس هنجره. اوکی؟ دینگ دی 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 دینگ دی دی باریکلا دینگ. باریکلا. خب. در تو هنرهای جدید دارم میبینم. بله. دیگه چه کاری بلدی بکنی؟ چی کار دوست داری بعد شیرین انجام کاری میتونیم انجام بدی؟ صدای سوسک میخوای بعد در بیاری؟ خیلی عالیه واقعا. اتفاقا